سلام بچه ها، امیدوارم که خوب باشین. امروز اومدم که یه میکاپ براتون انجام بدم که توی اینستاگرامم 1,000,000 ویو خورد و یه میکاپ اینجوری سموکی با ککمک زیاده. این اون ویدیو هست که میخوام میکاپ این ویدیو رو براتون انجام بدم. راستشو بخواین این ویدیو برای 7-8 ماه پیشه و یه کوچولو یادم نمیاد که اونقدر دقیقاً اونجا چه محصولاتی رو استفاده کردم، ولی تلاش میکنم که شبیهش بشه. این میکاپ بیشتر مناسب شبه، زیاد توی روز به نظر خودم خوشگل نمیشه، ولی توی شب خیلی باحاله. یه میکاپ سموکی و ککمک زیاده. اومدم یه ذره نور رو کم کنم که دیتیل بهتر بیفته. احساس میکنم خیلی تاریکه. بچه‌ها برای شروع شما به یک مداد چشم احتیاج دارین و یه گوشواکن. مداد چشمتون باید مدادی باشه که از این مدادهای پیچی و ضد آب و اینا نباید استفاده کنین. مداد نرم، یه مدادی که بتونین پخشش کنین و بیس خوبی برای سایه سموکی باشه. مداد من از میکاپ فوراور شماره 100 واتور بلک. خیلی مداد خوبیه. اسم مدل مدادش هم آرتیست کالر پنسیله که این رنگ‌های مختلف داره. من خط لبش هم داشتم ولی گمش کردم، خیلی ناراحتم. اصلا نمیدونم چی شد، اصلا نمیدونم کجا گذاشتمش. بچه‌ها من امروز پوستمو درست کردم، اومدم فقط ویدیو سایه و دیتیل و اینا رو بگیرم. شما نظرتون رو بهم بگین که اینجوری بهتره که مثلا فقط یه سکشن از میکاپ باشه، یا مثلا دوست دارین که از اول با جزئیات بذارم. امروز من کانسیلر تو فیس رو زدم و اصلا ازش خوشم نمیاد واقعا. اینو فقط مثلا صرفا میزنم واسه جاهایی که میخوام برم بدن و میکاپو بشورم. اصلا تموم نمیشه. من فکر کنم 3 ساله دارم و تموم نمیشه، ولی اصلا دوستش ندارم. چند وقت پیش یه کوئسچن باکس گذاشته بودم راجع به حالا میکاپ و اینا. بعد حرف کانسیلر که شد، یه سری هم میگفتن که خیلی کانسیلر تو فیس خوبه و اینا. من واقعا دوستش ندارم. دلیلش اینه که همین الان رفته تو خط و خطوط من. فکر کنم یه رب نیست دادم. خیلی بد نشون میده تکسچر زیر چشمو. نمیدونم چرا بعضی دوستش دارن، احتمالاً چون چروک ندارن و پوستشون بهتره. برای شروع باید شما کل لثه پلکتون رو مشکی کنین، اینجوری که اینو قشنگ میذارین داخل چشمتون. قشنگ بالاشو و نگران اینم نباشید کثیف کاری بشه. اصلا کلا ذات این میکاپ اینه که کثیف کاری قرار بشه. احساس میکنم دارم خیلی وحشتناک میشم. میبینین چه مداد نرمیه؟ باید این شکلی باشه وگرنه چشمتون اذیت میشه و اصلا بلند نمیشه. من مجبورم که هی با نور بازی کنم چون امروز هوا ابریه. خب حالا بعد از اینکه کل پلک و داخلش رو یعنی سیاه کردیم، باید که بالای پلک هم همین کار بکنیم. این قسمت بچه‌ها اینجا اصلا نگران این نباشین که داره کثیف کاری میشه. اصلا این الان قشنگ درست میشه. یه ذرم گوشه پلکو اینجوری گوشه دار میکنیم. حالا با یه گوشواکن باید اون مدادا رو قشنگ بلند کنیم. اینجوری برای اونه که چشم با اون سر گوشواکن این کار رو انجام بدیم، با گوشواکن کثیف انجامش ندیم. خب بچه‌ها بعد که به این مرحله رسید، ما احتیاج داریم به یک سایه بیس قهوه‌ای مثل این. از این باید برداریم با یک بلندینگ براش. اینو باید بزنیم روی کل پشت پلکمون یه جورایی که با این ادغام شه با همین مداد مشکیه. احساس می‌کنم خیلی نور زیاده. بعد اینو همینجوری زیر چشممونم میاریم. از یه سایه براق مثل این استفاده میکنیم برای روی پلک، ولی این اختیاریه. یه دوست نداری میتونی نزنین سایه براقه رو، ولی من تو اون ویدیو زده بودم.
با همین بلندینگ براش هم میزنم، چون نمیخوام که خیلی پیگمنت داشته باشه، فقط میخوام یه کوچولو براقش کنه. یه کوچولو میخوام گوشه چشمو یه ذره این خط رو پررنگ‌تر کنم، به خاطر اون حالت زاویه‌ای که یه خط چشم داره بگیره به خودش. برای قسمت داخلی چشم میخوام که یه دونه سایه براق بزنم. من از این هایلایتر آناستازیا استفاده میکنم تو این پلت کانتورش. اگر چشمتون از هم فاصله داره بهتره که این کار نکنین، فاصلهشو بیشتر میکنه. اینجا امروز انقدر نور تغییر کرد، من امیدوارم که بیفته این میکاپ دقیقا چجوریه. حالا میخوام ریمل بزنم. بچه‌ها تو این میکاپ موجه های پایین رو اصلا فراموش نکنید ریمل بزنید، خیلی خوشگل میشه. من میخوام یه خورده کانتور کنم با همین پلت آناستازیا. با این میکاپ خیلی خوشگل میشه که شما یه حالت برانزی به صورتتون بدین، رو به بالا. این ورم همینطور. بعد هرچی که مون رو بینی. حالا مهم نیست که این کانتور بینی خیلی صاف و صوف باشه، چون کل میکاپ کانسپتش یه جوری که همه چی به هم ریخته است. برای روژگونه از روژگونه پاتریکتا رنگ نات توماش استفاده میکنم، چون یه رنگ اینجوری هلویی طور داره و من نمیخوام این میکاپ اصلا رو به صورتی بره. همینو یه خورده جلوتر از این برانزره و رو به بینی میزنم که این قسمت کلا رنگ بگیره. رسیدیم به بخش هیجانی این میکاپ که ککومکشه. این تینت نیکس ژل رنگ برانز که من اینو اینجوری بازش میکنم. بعد یه دونه از این براش های ابرو میخواین، میتونین حتی از مسواک هم استفاده کنین. من اینو بگیره قشنگ میذارم روی این. با خیلی زیاد ازش بزنین چون تینته، امیدوارم خوب بیفته. هر چقدر که نزدیکتر بزنین فاصله هاش از هم کمتر میشه و درشتر میشه و هر چقدر که دورتر بزنین این ریزتر میشه. ولی حالا من حالت متوسطش رو در نظر میگیرم. وای معلومه خیلی باحاله. میبینیم بچه ها خیلی خوشگل شد، ولی حالا باید خیلی بیشتر بزنم اینو که تا شبیه اون ویدیوشه. اونجا من خیلی زیاد زده بودم. جاهایش که اینجوری زیادی شد میتونیم با دست که اینطوری میزنیم میره. نی سری باید تا خوش نشده اون جاهایی که احساس میکنید زیادیه رو با دست چیزش کنید، برش داریم. الان واسه این ورم کمتر شد، احساس میکنم یه ذره دوست دارم اضافه کنم. حالا از همون تینته به لبم هم میزنم. با دستمال پاکش میکنیم. من یه رژ لب از میلانی دارم رنگ
شماره 69. خیلی رنگ خوشگلیه، یه قهوه‌ای کلاسیک میتونم بگم، قهوه‌ای که مثلا خیلی اولدمانیه، یه همچین رنگایی، نمیدونم چطوری بگم بهتون. دارم رو کل لبم، ولی حالت ضربه‌ای. بعد با دست پخشش میکنم. بعدش میرم سراغ خط لب. خط لبم از فلورمار شماره 244. من همیشه با گوش پاکن این خط لبا رو محو میکنم که این خطش نمونه. فکر کنم توی اون ویدیو این کار نکردم. خب بچه، حالا من با همین قلم مک که بهتون قبلا هم گفته بودم، تینت ابرو بهش میگم فکر میکنم، با این شروع کنم یه ذره مثلا از این دونه های ککمک رو درشتر میکنم، جای خالای خودم دارم پررنگ میکنم. حالا 2 تا هم میذارم، خیلی باحال میشه. این چیز ظاهرش جالب تر میشه. حالا میرسیم به هایلایتر. این بخش رو اصلا دست کم نگیرین، هایلایتر خیلی نقش مهمی توی این میکاپ داره، به خصوص توی شب یه برق خیلی خوشگلی به پوست میده. از همین هایلایتر آناستازیا برمیدارم. البته که فکر کنم توی اون ویدیو از هایلایتر وت ان وایلد استفاده کردم، ولی اونم مثل همینه. اینجاها میزنیم. توی این میکاپ خیلی مهمه که روی بینی رو هایلایتر بزنین. خب اینم از این تا اینجا. البته من یادم نمیاد که اونجا لیپ گلاس زده بودم یا نه. میتونم روش یه کوچولو اضافه کنم واسه اینکه یه برقی به لبام بدم. مشخص نیست خیلی چیز زدم، ولی اینو یه ذره اینطوری، خیلی کم. این لیپ گلاس هم از نیکس ژل رنگ کوکو کراش این بود. خب بچه ها، اینم از این میکاپ. امیدوارم که دقیقا شبیهش شده باشه. خودم فکر میکنم خیلی شبیه شده، دقیقا شبیه همون روز شدم و به نظرم خیلی خوشگله. حتی اگه فکر میکنید که این میکاپ بهتون نمیاد، یه دفعه امتحانش کنید، چون من خودم همیشه فکر میکردم که مداد تیره که داخل چشمام میکشم اصلا خوشم نمیاد، خودم اون لحظه دوست ندارم. ولی بعد که اینو انجامش دادم دیدم که من توی این ویدیو بیشترین کامنتی که وای مثلا چقدر خوشگل شده، چقدر بهت میاد و توی این ویدیو گرفتم. خلاصه اینکه خیلی میکاپ بامزه‌ایه به نظرم، به خصوص برای مثلا مهمونی‌های شب و اینا خیلی جالبه. و دیگه همین، خیلی خوشحالم اگه تا اینجای ویدیو تماشا کردین و همراه من بودین و مثل همیشه منتظر نظراتتون هستم. خدافظ.